حالا دنیا برای مسلمان نیست، ما باید همیت خار و ذلیل و در بدر زندگی کنیم، 4 روز هستیم نیم میریم پشت کار خود، خلاص این دنیا برای غیر مسلمان است. قسم به خدا که این ضد قرآن است این حرف. ما آیات قرآن رو به شما 10 آیات قرآن رو میخوام. خالقی که ما را آفریده میگه من این جهان برای شما آفریدم بندگان من. ولا تنس نصیبک من الدنیا، حقیت، حصیت، بهرهیت از این زندگی دنیا فراموش نکن. بعد ما میگیم دنیا برای ما نیست. خیر است، اون کافر است، از همین دنیا است، از ما آخرت هست. خب تو چی میدانی از دنیای؟ معلوم است آخرتت هم. آخرت چی میشه؟ میگن بهار سرسبز و خوب از زمستانش پیداست. خالق میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، او ذاتی است که هر چی در زمین است لکم برای شما آفرید.